رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آن کس که در دلش به اندازه ذره‌ای کبر باشد به بهشت وارد نمی شود. کسی گفت شخص دوست می دارد که جامه‌اش و کفشش نیکو باشد. فرمودند الله متعال زیباست و زیبایی را دوست می دارد. کبر سرکشی در برابر حق، سرکشی در برابر حق، سرکشی در برابر حق، سرکشی در برابر حق و حقیر شمردن مردم است و حقیر شمردن مردم است و حقیر شمردن مردم است و حقیر شمردن. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.